خب دوستان سلام، داریم امروز نشا انتقال میدیم. نشای برز رویاله دو مکس میره توش چیزای دیگه همون دستیده. بعد اینا رو این صورت چند دقیقه 2-3 ثانیه نگه می‌داریم. خب کیس بره دیگه میکشیم بالا. خب نشا رو به این صورت تو چاله میندازم یواش که ضربه نبینه. همونی که هوا بره بعدم بسته مشکلی بهش برخوره. همینجوری محکم اینا رو میزنیم تو زمین به این صورت که خیلی راحته. به این صورت اینا رو اینجوری فشار میگم بشم بمونه ببق میگم تصوف بکنه از دیار بیاری چرا میری تنها میذاری